1 ماه زندگی در وسط روستایی در سریلانکا بین 2 شهر نگونبو و میرگوادا خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کردیم به پایان رسید. خونه‌ای دور از خیابون اصلی با حیاتی پوشیده از چمن و نخل‌های بلند نارگیل. ارتباط ما با این خونه اولین تصویر ما از سریلانکا رو شکل داد که تصویری کاملا لوکال و بومی بود. ما چیزی از هتل‌های 4 یا 5 ستاره ندیدیم. در عوض تا میشد با گل و میوه‌های جدیدی آشنا شدیم که بعضی‌هاش حتی در میوه فروشی‌های سریلانکا هم پیدا نمی‌شد، یا فرصت این رو پیدا کردیم که برای صبحانه نارگیل تازه بخوریم. این خونه متعلق به جایانتا بود. مردی حدوداً 50 ساله با 1 پسر و 2 دختر، متولد شهر گال که چون کار و کاسبی اقامتگاه قبلیشون خوب پیش رفته بود، به این فکر افتاده بود میتونه موفقیتش رو تکرار کنه. برای همین این خونه رو اجاره کرده بود تا بتونه 4 اتاقش رو به مهمون‌هایی که دیگه به آخر سفرشون رسیدن اجاره بده. اینجا نزدیک فرودگاه بود و ما 1 ماه بار غم مهمون‌هایی که می‌خواستن صبح زود به پروازشون برسن رو به دوش کشیدیم. در حقیقت علت انتخاب ما هم همین بود که به محض رسیدن زودتر در خانه مستقر بشیم و قبل از مواجهه کامل با فرهنگ و شرایط سریلانکا به ساحل آرام خودمون برسیم. 1 ماه زندگی در خانه جایانتا البته که راحت نبود. مواجهه با آشپزخانه بومی که برای ما کثیف و به هم ریخته بود و همینطور 1 ماه سر کردن فقط با 1 پنکه سقفی یکم شرایط رو برای ما سخت کرد. اما نه طوری که نتونیم از مهمون نوازی و چیزای جذابی که دیدیم لذت ببریم. ما 1 ماه سعی کردیم که ذائقه‌مون رو تطبیق بدیم و چون مرغ و سوسیس و کالباس گرون بود به سبزیجات رو بیاریم. اینجا یه یخچال اشتراکی داشتیم که چیزهایی که می‌خریدیم رو توش نگهداری می‌کردیم. یه روشویی کنارش و آشپزخونه اصلی هم که اون سمت بود. یه توستر هم داشتیم که البته یه بار توش مارمولک پیدا شد. آب سردکنی که هیچ وقت به برق نبود و آب براش خریداری نمی‌شد، اما به ما گفته بودن آبش خوبه. می‌بینید مثلا بالای پنجره همیشه باز بود، یا اینجا با یه ابزار شبیه صندلی آشنا شدیم که برای رنده کردن نارگیل استفاده می‌شد. یه سری ظرف و ظروف اولیه هم داشتن که البته غذا درست کردن تو بعضی‌هاشون مثل این ظرف‌های سفالی خیلی سخت بود. نشستن تو تراس خونه جایانتا و نگاه کردن به بارون‌های استوایی که بی‌وقفه می‌بارید از لذت‌های این 1 ماه بود. وقتی که بارون می‌بارید هوا خنک‌تر و همه جا سرسبزتر می‌شد. این مسیری بود که ما در این 1 ماه برای رسیدن به خیابون اصلی طی می‌کردیم. از میان خونه‌های محلی و در حال ساخت و ساز، از کنار سگ و بزمجه و گاوهاشون عبور می‌کردیم و اینجا هم یه مدرسه پیدا کردیم، ساده و کوچک و محلی. این دشت بسته سرسبز تبدیل شد به قابی که همیشه در ذهنمون باقی میمونه، یا معبدی و آموزشگاه مذهبی که کنار خونه‌مون بود. این سوپرمارکت نزدیکترین فروشگاهی بود که چند قلم کالا برای خریدن داشت و برای رسیدن بهش 1 رو پیاده روی لازم بود. اینجا دنبال این بودیم ببینیم حالا که کره و پنیر و شیر قیمتش 3 برابر ترکیه است، آیا برای صبحانه چیز دیگه میتونیم پیدا کنیم، که با این مرباهای هیجان انگیز مواجه شدیم و تصمیم گرفتیم این وود اپل رو بگیریم. این محصولات نسله هم نمیدونم چرا اما اینجا خیلی پرطرفداره، یه جور مالته. یه روز صبح هم تصمیم گرفتیم بریم سراغ یکی از نونوایی‌های محلی که برای ما چای و نون شکری و نون و مربا آورد، که فهمیدیم چای منظور چای شیرین شده به علاوه شیر هست و اگه چای ساده خودمون رو می‌خوایم باید بگیم پلین تی. امتحان کردن میوه‌ای مثل پاپایا و استارفروت یا غذا درست کردن با خیارها و کدوهای مختلفی که داشت این 1 ماه حسابی چالشی شده بود. آخرش هم نذاشتیم خونه سادمون جلوی تفریح‌های یه نمه لاکچری‌تر رو بگیره و رفتیم از استخر و رستوران هتل‌های دیگه هم استفاده کردیم.